یه روشی هست متاسفانه خیلی از آدم‌هایی که دنبال جلب توجه هستن که حالا خدمات یا کالایی که نامرغوبه نامطلوبه برای بدن رو بفروشن به شما، حتی ممکنه دندانپزشک باشه، حتی ممکنه پزشک باشه، مجوز داشته باشه، نظام پزشکی داشته باشه، تحصیلات عالیه داشته باشه، دکتر باشه و به فکر جیب خودش باشه و سلامت شما اینقدر هم براش ارزشمند نباشه. اینه که میاد یک موضوعی که همیشه ثابت شده رو خلافش میگه. مثلا الان تمام دنیا دیگه میدونن قدم زدن و پیاده روی عالیه. میاد میگه چی؟ میگه پیاده روی مضرترین ورزشه برای آرتروزه، در صورتی که شما برید توی گوگل، برید از هوش مصنوعی، برید این حرفو به یه آدم متخصصی که از نزدیک میشناسینش بهش اعتماد دارید بگید، میگه نه این خلاف واقعیته. میان از این تیترا استفاده میکنن که توجه شما رو جلب کنن. اینا شیادن.